نزاع داخلی، چوب لای چرخ دولت گذاشتن، در افتادن با جامعه رو تحقیر کردن و تلاش کردن برای شکست دادن دولت آقای پزشکیان یک موج برگشتی خواهد داشت که حکومت پشیمان خواهد شد و همه اونهایی که چوب لای چرخ دولت بگذارن پشیمان خواهند شد. کارنامه دولت آقای پزشکیان کارنامه خوبی نباشه، بالاخص اگر این کارنامه برای مردم ثابت بشه که این کارنامه بعد نتیجه کارشکنی هاست، نتیجه چوب لای چرخ گذاشتن هاست، نتیجه خیره‌سری ها در مقاومت کردن در برابر مطالبات مردمه، به نظر من پشیمان کننده خواهد بود، هم برای حکومت هم برای ایران. یعنی من امروز حداقل تحلیلم اینه که دولت آقای پزشکیان آخرین فرصت برای بازسازی مسالمت آمیز قدرت و سیاست در ایرانه.